شماری از باشندگان ولایت هرات در تظاهرات پاکستان را متهم به عملات انتحاری و انفجاری در ولایات کابل، قندار و هلمند کردند. این گردهمایی در مقابل ساختمان قنسولگری این کشور در هرات صورت گرفت. اعتراض کنندگان پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان متهم کرده و شعارهای را مانند مرگ بر پاکستان و مرگ بر ISI سر دادند. پاکستان در حقیقت دشمن بزرگ افغانستان هست و امروز کشتار، جنگ، انتحار این خودش بزرگترین خیانت در حق ملت ما هست. چرا؟ پاکستان امروز باید بفهمند که افغانستان تروریست نیست. داسې ناوړه حرکتونه انجاموي لاغو مخ دی ونیسي. دماغ د ټول ملت یعنی د افغانستان نه دا خواهش کیږي چې زموږ دولت دی د دې په مقابل باندې ودرېږي. نن په کونړ کې دا کار کیږي، سبا په جلال آباد کې کیږي، بس سبا به ټول افغانستان اشغال وي. این افراد سازمان استخباراتی پاکستان را دشمن افغانستان خوانده و از حکومت افغانستان خواهان برخورد جدی با سیاست‌های این کشور شدند. در کابل پایتخت افغانستان هم گردهمایی مشابه راه اندازی شد. معترضان در کابل خواستار تعطیلی سفارت پاکستان در افغانستان شدند. در هرات هم اعتراض کنندگان روی همین موضوع پافشاری دارند. این افراد از حکومت افغانستان خواستند که در سیاست خود با پاکستان تجدید نظر کنند. و ما خواهان ازی هستیم که سفارت پاکستان که تحت عنوان لانه جاسوسی در افغانستان تأسیس شده است بسته شود و استراتژی نرم افغانستان در مقابل پاکستان تغییر کند و روابط دیپلماتیک افغانستان روابط دیپلماتیک نرم نباشد با پاکستان. قبل از این هم افغان‌ها حکومت پاکستان را به دخالت در امور داخلی کشورشان کرده بودند، اما این برای اولین بار است که تظاهرات در پشت دروازه ساختمان قنسولگری این کشور در هرات برآ افتاده است. تلاش کردم تا دیدگاه مسئولان قنسولگری پاکستان در ولایت هرات را جویا شوم، اما با تلاش‌های پیهم موفق به این کار نشدم. در سالهای اخیر حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته است که دست از حمایت طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بردارد، اما پاکستان در پاسخ به این ادعا همواره گفته است که خود قربانی تروریسم است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.